امیدوارم که مثل همیشه از تا اونجا که توان دارم روشنگر باشم و از راستی دور نشم. به نظر من دشوارترین دانش در روی زمین دانش جامعه شناسی پیش بر این که با عناصر آگاه طرفه، با عناصری که هر کدوم عاطفه، احساس و منافع خاص خودشون دارن، در حالی که در یک کاربرد زیستی که هم چیزی نیست، هر کسی فقط وظیفه‌اش انجام. تفاوت میان جامعه ایران و یونان برای من خودش یه پرسش بزرگ همیشه بوده و امیدوارم خدا یاری کنه که ما یه مقداری از نظر تامین معیشت امکان داشته باشیم که بتونیم این کار رو یه مقداری سر و سامان بدیم. جامعه مثل جامعه ما بر جمع، یعنی یه جور جامعه گرایی که اگه بخوایم به زبان خارجی ترجمه کنیم همون سوسیالیستی میشه. حالا نخندید، ولی ببینید اصلا سوسیالیسم یعنی چی؟ یعنی منافع جامعه بر منافع فرد مقدمه، در حالی که در غرب الان هم همینطوره. یعنی حالا البته ظاهرا اینو میگن، ولی خب میدونید یه شکلی دیگه است. تو غرب یعنی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری هستن یه شکلی. حالا به هر حال اون چیزی که تو تئوری میگن، اونجا فرد حاکم منافع فرد، اینجا فرد در مقابل جمع میتونه منافعش فدا بشه. دورهایی که مارکس میگه من نمیبینم تو ایران برگشت بردش که جوان مثلا تحقیق کنه. حالا 34 سال گفت جوان این حرفایی که شما میزنی حالی تو نشینه رو ساباک تو دهن شما. متاسفانه ما میگم بدبختی بود اینه که من به هر عقیده احترام دارم به شرطی که بر اساس مطالعه و یک تفکر جدی باشه. وگرنه آخه مثلا مثل اینکه شما میبینید که نه خب مثلا صحبت یه عده شیمیدان نشستن، شما میبینید به عقیده من مثلا آب هاشو نیستش، مثلا هاشو دو سوزی آخه این که عقیده این چیزه برقرار میزده اصلا. به هر دلیل ما در هر روزگار همونطور که بارها گفتم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ما هی در معرض بزرگترین هجوم ها بودیم، ولی خب موندیم و این خب یکی از شگفتی های یعنی جنبه های مثبت فرهنگ خودمون رو بگیریم، جنبه های منفیش بزنیم تو موزه تاریخ. هر نهاد اجتماعی رو، حتی هر مفهوم رو باید در قالب زمان و مکانش کار کردش رو بررسی رو. ایلیاد و اودیسه هومر نوشته، مثلا حماسه یونان بر سر دزدیدن و زشت یک زن شوهردار هلن رو یه یونانی می‌دوزن مثلا دوزن یک زن، یا حتی به داستان مهابراتا سر عشق با زن، یعنی داستان شب با شما می‌بینید انگیزه ببینید حماسه ماشی هست. یگانه حماسه است در جهان که انگیزش نبرد نیکی باشه. بپیچاند از راستی 5 چیز که دانا بر این 5 نفزود نیست. میگه 5 عامله که انسان از راه راست منحرف میکنه و خلافکار رو به ذکرش میکنه. تو چون چیره باشی بر این 5 دیو، پدید آیتت راه چیرون خدید. اگه بتونی به این 5 عامل مسلط بشی، راه خلاص. شما مطالعه عطار رو بخونید، این چقدر زیباست. حتما تو کل داستان می‌بینید تمام مرغان جهان جمع میشن تا به خدا برسن که اون خدا از ازشون سیمرغ در اون پا مثلا که این منزل‌های مختلف افغانی عرفان رو شرح در این شعرش شما ببینید از 7 مرحله می‌گذرن که می‌افتن نمی‌تونن تحمل ندارن برسن به خدا. ببینید مثلا ریاضت‌هایی که باید بکشن اینا پرواز می‌کنن از این تمام این مرغان جهان سیمرغ می‌بینن میرسن به قله کوه و می‌بینن اون سیمرغی که دنبالش می‌گشتن خودشون هستن. تا به تدریج انسان رو می‌آفرینه تا انسان با کارهای نیک خودش که من داره خداوند رو قدرتش رو فعلیت ببخشه. مثلا اولین انسان چشم رو کشید کاسبش که کل غلط نبود، بالاخره یه چیزی گرد سینی آتشین می‌بینید توصیفش کنید گرد آتشین بعد هرچی علم پیشرفت کرد تو البته می‌دید
زمان جدید که سرعت موشکبار بودش که الان شناختی که ما از خورشید داریم ادامه همه کامل ترین شکل چیزه. دقیقا می‌دونیم که اون خورشید چقدره، از چی تشکیل شده، اسم چیزاش هم خورشید میلیون، ذراتش رو پیلیون میلیون بیلیون همین خورشید و میشه. خب این کانسپت ببینید از ابتدایی ترین شکل که ابتدایی ترین انسان می‌بینه، فقط با چشش می‌تونه بفهمه چی هم می‌بینه تا امروز و همه این مفاهیم. یعنی ببینید اصلا تاریخ فلسفه انسان از نظر زرتشت برای همه تبدیل تدریجی مینه‌ها به میلیون‌هاست. چه داند پسر کش چه باشد پدر؟ چجوری پسری میدونه که پدرش چه؟ این اولین سوالش. پدر همچنین چون شناسد پسر؟ چون مردم برابر بود در جهان، این سوال دومیش، اگه همه برابر باشن نباشند پیدا کهان از مهان، یعنی بزرگا و کوچیکا معلوم نباشه چه باشد؟ چه جوید در کهتری؟ چگونه توان یافتن بهتری؟ مسئله که شما شاید اگر شاهنامه رو خونده باشی می‌بینید که از دید شاهنامه همیشه بدی از سوی دشمن شروع میشه. شاید فکر کنید که خب این حماسه است، خود یونان نوشتن و بعدم حماسه است و خاصه مثلا تعریف. یک، اول اگر همچنین باشد خود این یک ارزشه. درست مثل فرق دو تا خانواده میمونه یا دو تا پدر که هر دو از راه خلاف مثلا فرض کنید که هزینه زندگیشون تامین میکنن. حالا یکی به اجبار، یکی مثلا فرض کنید که روزاتش یا اما یکی این ایدئولوژی یا مسلک یا اخلاق کار خلاف دزدی دست کجی‌گران رو برای بچه‌ش تبلیغ نمیکنه. میگه پسر من اشتباه کردم یا مجبورم الان مثلا این کارو بکنم، تو دیگه نکن، میدونی که هستم. اما یکی این رو تبلیغ میکنه، یعنی مثلا بچه‌ش میگه آقا این اخلاق این همش قلابی، دین این همش قلابی. ببین راه این تا میتونی با کلاه دیگران رو نداری بگن کارو تو برمیاد. میدونیم که میگن یعنی خب بنابراین اون کسی که با این که کار خلاف میکنه اما تبلیغشون نمیکنه، وقتی تبلیغ برعکسشون میکنه، این خانواده است که به هر حال یه ارزشی برایش حاکمه، گرچه حتی بگیم کار اشتباه هم میکنه. این درست در مورد فرهنگام صادقه دیگه. یعنی بنابراین همه آدم‌ها، انسان‌ها تو طول زندگیشون هم خطا میکنن، کار خوب میکنن، کار بد میکنن. مثل جنگ و مثل پیروزی و شکست میمونه. هیچ کس همیشه پیروز نیست، هیچ کس هم همیشه شکست خورده نیست. مسائل اخلاقی هم همینطوره. اما اون ملتی که گفتیم مثلا میگن که آقایون بعضیا که مثلا اصلا تمام تبلیغات کوروش دروغ اینا. اولا میدونیم که دروغ نیست، خودشون شهادت میدن واقعا کوروش این کارا رو کرده. یهودی‌ها رو آزاد کرده، مردم رو گفته خدایانتون رو بیارین فلان اینا. همه جا هیچ کدوم از دشمناشو نکشتید. ولی میخوام بگم حتی اگر دروغ بود، می‌بینید که ارزشی که بر شاهنامه حاکمه اینی که همیشه بدی رو به دشمن میده، یعنی که اول اون حمله کرد. خب آخه چرا ما در قالب فکر غربی اون چیزی که اتفاقا غربی بهش نیاز داشته الان هم هنوز نیاز داره؟ ببینید این معنی داره که تمام تمدن‌هایی که از بین رفتن غربی با خیال راحت همین چیزای خوبشون نسبت میده. ریاضیات مال بین النهرینه، نمیدونم ستاره شناسی هم مال بین النهرینه، خط مالیا فینیقیاس هم سومریاس، چون چیزی از اینا نمونده دیگه. بنابراین هیچ خطری تهدیدشون نمیکنه. ولی اینقدر از ناسیونالیسم ایرانی میترسن، هی از ما حذف میکنن که بله ایرانی‌ها خط نداشتن، اصلا فلان نداشتن. اینی که من این نکته که مثلا میگم یکی این که اصلا من مسئله خط رو نمیتونم باور کنم، متاسفانه این دوستمون به خطاست و مثل خیلی از روشنفکرای دیگه که این رو تایید میکنن این حرف رو. منتهاش خب سوخته از بین رفته. اونایی که میبینیم که اونایی که رو گل بوده مونده و یا رو سنگ بوده. گل هم که اون خشتایی که عرض کردم تو تخت شمشیر هست خب سوخته و البته بنابراین آجر شده و قشنگ مونده. آخه اصلا اون سیستم دستگاه دیوان سالاری یعنی بوروکراسی عظیم مگه میتونسته بدون خط؟ پس خب تورات وقتی میگه که کتب تواریخ ایام یعنی بایگانی سلطنتی که هر روز گزارش هر روزه بایگانی میشد و داشتن و رجوع کردن که قبلا صحبت کردم تکرار نمی‌کنم، پس اینا رو به چی می‌نوشتن؟ روی اسم مثلا چجوری می‌نوشتن؟
این خط بوده دیگه، خط که شاخ و دور نداره که اینا بوده دیگه. اشکال من حتی در مورد غربی‌ها تا قرن 17 هم نیست، برای اینکه باز اونا مصرف داخلی داشت براشون. ولی الان تعجب می‌کنم چون الان مصرف داخلی باز داره، یعنی اینقدر اینا دچار بحران ایدئولوژیکن هنوز غربی‌ها که باز کمپلکس دارن. یعنی از یه مورخ اواخر قرن 20 یا اوایل قرن 21 آدم تعجب می‌کنه که هنوز کمپلکس داره. ببینید این فرهنگ ما مثلا چی بوده واقعا، اینا چقدر داشتن ما هراس دارن یا کمپلکس دارن نسبت به فرهنگ ما که اینقدر دروغ میگفتن. خب الان مثلا یه کسی بگی که فقط هرودوت درست گفته و مثلا تمام کتیبای ایرانی دروغه، این جزء آدم قرض‌بخش نمیتونه باشه. بعضیا نادانسته واقعا، چون تصور ایناست. خب از دبستان اینا میخونن که برتری فرهنگ غرب، برتری فرهنگ، واقعا از دبستان میخونن این را و به اصطلاح یونانی ها و فلان چیزی که یونانی ها از واژه بربر همیشه منظورشون این نبود، اصلا یه واژه بوده معنی غیر یونانی، کسی که زبان یونانی رو بلد است. ولی الان غربی‌ها همه بربر رو معنی وحشی معنی می‌کنن و خب واقعا تعجب می‌کنم که ایرانی یه ذره با دید به اصطلاح نقادانه‌تر و تحلیلی‌تر یه کمی بنگره. خب من به این مثلا جنبشم واقعا تعجب می‌کنم. متاسفانه این روشنفکرای دانشمند ما که حتی دانشگاه دیده هستن برای شما سخنرانی کردن، ما بی اختیار در قالب اندیشه غربی میاندیشیم. حتی وقتی میخوایم مخالفت هم باشون بکنیم باز در اون قالب میاندیشیم. این نشون میده که ما هنوز نتونستیم تفکر مستقل پیدا کنیم. آریایی ها خیلی عاشق سگن داره که نمیدونم سگ کسی داره دیگر من سگ دارم بودم و قبلش نمیدونستم و فقط باید با سگ زندگی کنید ببینید که این چی موجود است. یعنی واقعا عاشق سگتون میشید اگر با سگ زندگی کنید و این عجیبه ایمان و بی خود نبوده که واقعا فکر کردن فرشته است. تاریخ ایران در 2 کلمه خلاصه میشه: رنج و جاودانه. گفتش که جغرافیای سرزمین من، البته شعر رو دقیق براتون نمی‌خونم، اون چیزی که یادم میاد، جغرافیای سرزمین من کوه‌ها و دشت‌ها و رودها نیست، فریاد مرد خسته است. همین تا همینجا یادم. بله ما علت این همه شاید به اصطلاح مشکلاتی که داریم و دردها و رنج‌هایی که داریم، علت این بوده که واقعا یکی از رنج کشیده ترین ملت‌های دنیا هستیم به دلیل موقعیت جغرافیاییمون یکیش بود. ولی این به هر حال توجیه نمی‌کنه. بهش که دست ما ساخته میشه به شرطی که شناختمون کامل باشه و دیگه برای فرصت درک کنید.